به شاه کربلا حسین شهید بی کفن، اینا شدن فداییه ناموس و ملت و وطن. شهدای امنیت نور هر دو عینن، شهدای امنیت نور هر دو عینن. حاکمیتی فرض و واجب است که مطالبات به حق این ملت بزرگ را بشنوند و تلاش کنند که به تغییر مقام معظم رهبری دارن تلاش میکنند از هر کجا در هر حد و اندازه و مقیاسی که آمدن و در مقابل این ملت و با دقت و با دقت انشاءالله حکم الهی را در حق این افراد به زودی انشاءالله اجرا خواهد کرد. ولایت مداری شما همیشه به حمدالله پرچمش بالاست. این بار هم هوشمندانه و با بصیرت انقلابی خود این حضور با شکوه را امروز رقم زدید. برای چی؟ من